عرض ادب احترام خدمت تمام دوستان عزیز، امیدوارم حال همتون عالی باشه. امروز خدمتتون هستم در مورد هورمون سلامتی. هر چیزی که وابسته به سیستم ایمنی بدنه، هر چیزی که ما رو سلامت نگه میداره، یک پایه اصلیش هورمون دی یا ویتامین دیه. پس باید بهش اهمیت بدیم. تمام جزئیاتی که میتونه کمکتون بکنه این ویتامین دی رو در حد نرمال رو به بالا نگه دارید امروز صحبت میکنم. ویتامین دی اونقدر اهمیت داره که هزاران مقاله علمی در موردش نوشته شده و اصلا واقعیت همینه که اگر ویتامین دی مون در بدنمون پایین باشه، تمام عملکرد سیستم بدنیمون به هم خواهد ریخت. در مورد صحبت بکنیم و با جزئیات میخوام صحبت بکنم در موردش. ویدیو رو تا انتها ببینید. زیاد طولانی نمی‌کنم ویدیو رو تا بتونید راحت‌تر ببینیدش. فقط جزئیات داره. اگر دوست داشتید باشید نوت برداری بکنید تا موارد خاصی رو که لازم دارید رو بعد تا بعد بتونید انجام بدید. خب اگر کانال بندرم سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید. این زنگوله کنار کانال رو هم اگر اکتیو بکنید بعد تا بعد ویدیوها سریعتر براتون بارگذاری میشه، سریعتر میتونید ببینید. در کنارش ممنون از اینکه لایک میکنید. این لایک کردن ها، این به اشتراک گذاشتن ها منو ترغیب میکنه که ویدیوهای تخصصی بیشتری با شما دوستان به اشتراک بذارم. به زودی ویدیوهای تخصصی دیگه هم با شما دوستان به اشتراک خواهم گذاشت. بریم در مورد ویتامین دی یا هورمون دی، سلامت زندگی ما صحبت بکنیم. ویتامین دی وقتی در مورد صحبت میکنیم، یک هورمونی است که در بدن ما تولید میشه. پس ویتامین نیست، در خود بدن ما تولید میشه، ولی به واسطه یه سری پارامترها در بدن ما الان چم تولید میشه. اینو باید اهمیت بدیم. اصلی ترین منبع ویتامین دی منبع هم نیست، در اصطلاح یک فاکتوری که در بدن ما ایجاد ویتامین دی میشه نور آفتابه. ولی خب این نور آفتاب به چندین دلیل در جامعه ما الان دیگه ما در مواجهه باش نیستیم یا ازش خیلی دوری میکنیم. هم میگن که آفتاب سرطانزاست و موارد دیگه هم که در موردش صحبت میکنم امروز. ولی این ویتامین دی یعنی سلامت ساختار اسکلتی. این ویتامین دی یعنی سلامت مغزمون. ویتامین دی یعنی سلامت قلبمون و جذابه بدونید که رفع تمام التهابات در بدن. میدونیم که یه تحقیقات زیادی هم در موردش انجام شد. افرادی که سطح ویتامین دیشون در زمان کرونا بالا بود، احتمال مرگ و میر درشون خیلی کم بود، ولی متاسفانه افرادی که سطح ویتامین دی روشون زیر 10 بود بیشترین آمار مرگ و میر رو داشتن. این خیلی خیلی بده. پس باید حتما ببریمش بالا. خیلی بیماری ها هم باعثش میشه. بیماری های التهابی، روماتیسمی، بیماری های اختلالات سیستم ایمنی بدن، MS. حالا نمیگم خیلی وابسته است، ولی خیلی از بیماری از جنس اختلالات حافظه، آلزایمر تخصصا در اصطلاح وابسته به هورمون دی یا ویتامین دی. پس باید خیلی خیلی مراقب باشیم. بریم در موردش صحبت بکنیم و جزئیات بندی. اول وظایف ویتامین دی رو صحبت بکنیم. قطعاً سلامت ساختار اسکلتی ما وابسته به ویتامین دیه، چون ویتامین دی فرمی است برای افزایش جذب کلسیم و ساختار تقویتی استخوانی بدن ما. در کنارش قطعی ما میدونیم که سیستم ایمنی بدن ما قطعا یکی از سلول‌های ایمنی بدن ما که به اسم سلول‌های نکاست یا سلول‌هایی که در مواجهه با بیماری‌های ویروسی هست اکتیوش میکنه و این خیلی مهمه. در کنارش ویتامین دی سیستم ایمنی ما رو بدن ما تقویت نمیکنه، متعادل نگه میداره. این اصلا مهمتره. یعنی بیماری خود ایمنی که الان انقدر زیاده، این ویتامین دی اجازه نمیده که آقا بیش از اندازه اکتیو بشه چیزی. یعنی مهمترین عامل یا فاکتوری که در جلوگیری از مهمترین عاملی که در جلوگیری از بیماری خود ایمنی هست ویتامین دی هورمون دی. پس باید بهش اهمیت بدیم. قطعا در تنظیم ساختار قلبی ما خیلی خیلی اهمیت داره. یک تنظیم فشار خونی برای ما داره و البته واقعیت یه نکته خیلی خیلی مهمی هم باید تو ذهنمون باشه. ویتامین دی یعنی سلامت روحی روانی ما. اصلا مغزمون خوب کار میکنه، حافظمون درست کار میکنه، تمرکز حواس بالایی هم خواهیم داشت و باید بهش اهمیت بدیم. بریم جلوتر در مورد منابع ویتامین دی صحبت بکنیم و منابع ویتامین دی رو. اول نکتهش آفتابه. چطوری از آفتاب استفاده بکنیم؟ تایم ساعت 11 تا ساعت 3-4 بعد از ظهر که امواج ماورا بنفش به فرمی هستن که جذب ویتامین دی و ایجاد ویتامین دی در بدن ما انجام میشه، در اون ساعت میتونیم آفتاب بگیریم. ولی در چه تایمی؟ 3 تا 10 دقیقه 10 دقیقه که حالا در اصطلاح دستها، بازوها
ناحیه حالا پشتی بدن ما میشه، پاها میشه، اینا بسیار چپ دست‌ها، اینا خیلی میتونه کمک بکنه که ویتامین دی در بدنتون، هورمون دی در بدنتون ایجاد بشه. آفتاب خیلی مهمه، ولی خب پارامترهای دیگه هم هست، تغذیه هم هست و موارد دیگه هم باید حتما بهش اهمیت بدیم. در کنارش که ما میدونیم که فقط آفتاب کافی نیست، برخی شهرها رو داریم. مثال میزنم در آلمان آیا مردم که در آلمان زندگی میکنن آفتاب زیاد میگیرن؟ نه، اصلا نوع نور آفتاب متفاوته به واسطه آب و هوای ابری که در اون مناطق هست. در برخی مناطقش البته مردم زیادم در مواجهه با آفتاب نیستن، پس چطوری ویتامین دی شون نرماله؟ یا از مکمل استفاده میکنن یا سایر پارامتراشو دارن. ماهی یکی از منابع در اصطلاح ویتامین دی، ما باید بهش اهمیت بدیم. ماهی 2 هفته یه بار استفاده کردن چیز بدی نیست، واقعیت اهمیت باید بهش بدیم. در کنارش چند مورد داریم که لبنیات غنی از ویتامین دی هستند. مخصوصا یکی فراورده های لبنی، یعنی فراورده شده، غنی شده، مثل پنیر و البته چره، و از چره مهمتر چره آب شده ای که در اصطلاح بهش روغن زرد یا روغن کرمانشاهی هم میگن، منبع ویتامین دی، خیلی چیز خوبی است و ازش میتونید استفاده بکنید. ما نباید از چره غافل باشیم. من چره رو میپسندم، چره رو همیشه توصیه میکنم. از چره مهمتر روغن زرد یا روغن کرمانشاهی رو همیشه توصیه میکنم. این به کنار، در مورد روغن هم صحبت خواهم کرد. میدونیم که یه واقعیت، دنبه گوسفندی یکی از منابع ویتامین دی میتونه باشه. دنبه گوسفندی استفاده کنید دوستان. در کنارش ما یه چیزی داریم به اسم لانولین. این پوسته بیرونی گوسفند رو میتراشن و یک روغنی ازش استخراج میکنن که اونم منبع ویتامین دیه که در داروسازی های قدیم به عنوان فرم استفاده ویتامین دی فعال ازش استفاده میکردن. حالا من توصیه نمیکنم از این استفاده کنید، ولی میتونید روغن لانولین یا پماد لانولین بگیرید، رو پوستتون سرد بکنید، منبع ویتامین دیه که جذب ویتامین دی در بدنتون هم بالا میبره. حالا به کنار دوز ویتامین دی با دیدگاه مکملی هم باید بهتون بگم. ما میدونیم که بر طبق آمار بین‌المللی یک کودک حدوداً، یک نوزاد حدوداً 1 تا 2 سال حدود 400 یونیت ویتامین دی لازم داره. نوجوانان، کودکان بین 600 تا 1000 یونیت، ولی باید یادمون باشه که بزرگسالان حدوداً 1000 یونیت. ما یه دوز تشخیصی باید بهتون بگم. اول ویتامین دی تون رو بالای 50 ببرید، ایدئالش 100. ولی نکته مهم اینجاست که در چه دوزی ویتامین دی استفاده بکنید. به ازای هر 10 کیلوگرم وزنتون 500 یونیت به بدنتون ویتامین دی برسونید. این میتونه خوب باشه. روزانه ویتامین دی به صورت مکمل میخواید استفاده کنید و ویتامین دی تون زیر 20، حالا به کنار اگر ویتامین دی تون بالای 50 باشه، یک روز در میون میتونید از مکمل ویتامین دی استفاده بکنید، ولی اون موقع باید به صورت روزانه مکمل ویتامین دی 4000 یونیت استفاده بکنید. ویتامین دی رو وقتی میخواید استفاده بکنید بعد از یک وعده غذایی چربتون باید استفاده کنید. ویتامین دی به صورت قطره‌ای در بازار ایران فروش میره. ویتامین دی قطره‌ای بخرید دوستان، یا به صورت کپسول های نرم، سافت ژل در اصطلاح. این سافت ژل ها در اصطلاح، حالا من سافت ژل که میگم با دیدگاه ترکیش میگم، این سافت ژل ها کپسول های نرمی هستند که به فرم روغنی هستند، یا از اونا یا قطره. چه قطره از همه بهتره. قطره رو بعد از غذای چربی که میل کردید چند قطره زیر زبانتون نگه میدارید و بعد میل میکنید. این باعث بالا رفتن جذب میشه. در کنارش که ما میدونیم دوزایی مثل 10,000 و 25,000 و 50,000 هم هست. 50,000 استفاده کردن توصیه نمی کنم. میتونید اگر ویتامین دی تون پایینه 4 هفته پشت سر هم ویتامین دی دوز 50,000 استفاده کنید، ولی در کل ویتامین دی دوز روزانه به بدنتون دریافت بشه خیلی بهتره، چون جذب آنی 50,000 در بدنتون آنچنان موثر نیست. پس 4,000 دریافت بکنید خیلی خیلی بهتره. دوز 1000 و دوز در اصطلاح 2000 یونیت هم کمه. اگر ویتامین دی تون بالای 40 بود، بالای 30 بود، میتونید دوز 2000 یونیت استفاده کنید. در جامعه فعلی دوز 1000 یونیت زیاد جوابدهی نداره. البته که قطعا کسایی هستن که اصلا مکمل استفاده نمیکنن و ویتامین دی شون بالاست. در ترکیه یه چوپانی رو اومدن روش آنالیز کردن، در اصطلاح تست کردن، تست آزمایشگاهی، آزمایش آنالیز لابراتواری انجام دادن روش، و جذابه بدونیم که ویتامین دی که سالها
میگفتن که اگر بالای 150 200 باشه سمی است، ولی این آقای چوپان خیلی هم سالم بود و ویتامین دیش بالای 220 بود. بالای 220 اصلا این شوخیه مگر اصلا، ولی سالم بود. پس قدیمی ها برای چی ویتامین دیشون بالا بود؟ آفتاب خوبی میدیده بدنشون و البته اصلا مهمتر در حرکت بودن و برآوردهای لبنی هم استفاده میکردن. حالا به کنار، پس دوز بالای 2000 یا 4000 یونیت رو من توصیه میکنم به صورت قطره یا کپسول نرم استفاده کنید. کپسول نرم هم فکر کنم 2000 یونیت در بازار ایران پیدا میشه، 4000 یونیت قطعا نیست، بخاطر این قطره خیلی بهتره. هر قطره 1000 یونیته، یعنی 4 قطره استفاده کنید معادل چی میشه؟ 4000 یونیت. این خوبه. من خودم ویتامین دی هم بالای 90 الان ویتامین دی خود من بالای 90 و خدا رو شکر حالم هم خوبه و ویتامین دی هر چقدر بالا باشه حال درونیتون هم اونقدر میتونه خوب باشه، ذهنتون هم متمرکزتر میتونه باشه. پارامترهایی که ویتامین دی رو اثر جذبش رو میبرن بالا. منیزیم، شما باید غذایی که میل میکنید و مکمل ویتامین دی یا آفتابی که میگیرید در طول روز منیزیم، مواد غذایی حاوی منیزیم به بدنتون برسه. بادوم و تخم کدو و حبوبات و تمام این موارد برای بدنتون مهمه. منیزیم یعنی سلامت کلی ساختار عضلانی و البته به نوعی سیستم ایمنی بدن و سلامت ساختار مغزی بدن شما. پس یادتون باشه منیزیم مهمه. اگر مکمل منیزیم میخواید استفاده کنید همراه با ویتامین دی باید استفاده کنید. و منیزیم اگر در طول روز میخواید استفاده کنید، منیزیم فرم مالات از همه بهتره. سیترات جذب پایینی داره، میدونم که در ایران اینها خیلی کم پیدا میشه و خیلی داستانه که ما میدونیم که یک چیزی به اسم مافیای دارو مکمل در ایران زیاده و هر چیزی هم الان وارد نمیشه و خیلی چیزا محرومیم ازش به خاطر تحریم. فرم مالات رو پیدا کردید خیلی بهتره. مکمل های ترکیبی در ایران هست، یعنی هم گلیسینات داره، هم مالات داره، هم سیترات داره، هم اکساید داره. اینو میتونید تهیه بکنید، چه ترکیبی ان دیگه. بخونید دیگه، هر چیزی میخرید دوستان برچسبش رو بخونید. از داروخانه میخرید، داروخانه مهم نیست براتون چه حرفی بگه ها، بهش بگید که روش چی نوشته، چه نوع منیزیمی نوشته، خوبه دیگه، این قابل جذبه. نه به این حرف اصلا اهمیت ندید دوستان، رو برچسبش بخونید چه نوع فرم منیزیمی به نسبت اقدام کنید. بریم جلو. از همه مهمتر، ببینید ما یک داستانی داریم که جذب مواد غذایی در بدن به واسطه چی اتفاق میفته؟ پروبیوتیکا. اصلا پروبیوتیکا یکی از عامل‌های اکتیو کننده فرم ویتامین دی در بدن ما هستن. به روده هامون باید برسیم. یکی اینکه یبوست درمان کردیم اون به کنار، منابع پروبیوتیکی در طول روز باید به بدنمون برسونیم. اگر ویتامین دی تون مدت هاست بالا نمیره، قطعا اون مکمل منیزیم و کنار این مکمل پروبیوتیک باید استفاده کنید. یعنی در طول روز مکمل پروبیوتیک استفاده کنید، منیزیم هم همراه با ویتامین دی استفاده کنید. این خیلی خیلی مهم. مکمل‌های پروبیوتیکی به عنوان داروهای ضد التهابی روده یا مکمل‌های گوارشی میتونید تهیه بکنید از داروخانه‌ها و استفاده بکنید. این به کنار منابع پروبیوتیک هم داریم دیگه. منابع پروبیوتیکی فرآوردهای تخمیری، کامبوجا، ترشی خونگی، کیمچی، همه اینها، کفیر، ماست خونگی، اینا منابع پروبیوتیکی هستند، میشه ازش استفاده کرد. سرکه خونگی، سرکه طبیعی در اصطلاح که در فرآیند تخمیر تولید شده، اینا منابع پروبیوتیک هستند. پروبیوتیک باید بهش اهمیت بدیم. من به عنوان یه متخصص گیاهان، دارویی و تغذیه، چه مدرس طب سنتی هم هستم، همه میگن ترشی سردی، بهتون میگم ترشی عامل سلامتی ماست. ترشی نخوریم بدنمون سالم نمیشه. فرآوردهای تخمیری نخوریم بدنمون سالم نمیشه. این حکایت طب سنتی که متاسفانه به عنوان خرافات هم هست رو قبول نکنید، رد بکنید. پروبیوتیک اصلا این ویدیو تخصصی هم در موردش به اشتراک میذارم، یک به یک هر موردی که به عنوان یک فرآورده تخمیری و پروبیوتیک است صحبت خواهیم کرد. ولی بدونیم که کامبوجا، کیمچی، ترشی‌های خونگی، خیارشوری که خونگی درست کردید، کنارش سرکه طبیعی، اینا همشون منبع، کفیر، اینا منبع تخصصی پروبیوتیک هست. میدونیم که عملکرد کلیه هامون اصلی ترین مثلا کلیه فرم اکتیو در اصطلاح ویتامین دی رو در بدن ما ایجاد میکنه. اگر کلیه هامون درست کار نکنه متاسفانه فرم فعال ویتامین دی رو نخواهیم داشت. برای همینم به ویتامین دی تون و کلیه هاتون اهمیت بدید که این اکتیو میکنه. کلیه ها رو چطوری اکتیو بکنیم؟ یه نکته خیلی منحصر به فرد، مایعات درست استفاده کردن، غذاهای فراوری نشدن استفاده کردن،
این خیلی مهمه. غذای فرآورده باعث ضعف قوای کلیه میشه، چون کلیه یک عضو پاکسازی کننده در بدنه. خیلی وظایف دیگه ای هم داره البته. از همه مهمتر به نظر من بهش اهمیت بدید کشش و ورزش روزانه است که عملکرد کلیه ها رو بهتر میکنه. حالا اگر ضعف کلیه و مشکلات اختلالی کلیه دارید، به نظر من پیش یک پزشک طب سنتی برید و این عملکرد کلیه هاتون رو با دیدگاه تغذیه و موارد دیگه اصلاح بکنید. مایات خوب، مایات رو درست در طول روز استفاده کردن، غذای سالم استفاده کردن، کشش روزانه استفاده کردن. اگر هم حتی نیاز، من جلوتر در مورد تقویت کلیه صحبت خواهم کرد. از داروهایی که به نسبت تقویت کلیه میکنن استفاده بکنید. میشه از ژل رویال استفاده کرد، میشه از کیوتن استفاده کرد، میشه از روغن سیاه‌دانه خوراکی استفاده کرد. اینا برای تقویت کلیه در دیدگاه طب گیاهی موثرن. ما یه نکته میدونیم که در اروپا، در ترکیه، من الان وقتی میرم مکمل ویتامین دی است میخوام، دی 3 دی 3 میخوام تهیه بکنم، ویتامین دی 3 همراه با ویتامین کادو هست. کادو جذب ویتامین دی 3 رو در بدن خیلی میبره بالا. پس ما باید بدونیم که ویتامین کادو خیلی مهمه. در ایران به فرم دی 3 کادو فروش نمیره. توصیه هم نمی‌کنم مثلا اینو فعلا تهیه بکنید، چون در ایران مارکای خوب نیست. ولی منابع کادو که میتونید تهیه بکنید. لبنیات، تخم مرغ، منبع تخصصی ویتامین کادو. همون چره‌ای که استفاده کردید، همون روغن زردی که استفاده کردید، یا تخم مرغ که میل میکنید در طول روز، منبع ویتامین کادو که باعث میشه که جذب ویتامین دی تون چند برابر بالا بره، اکتیو بشه اصلا ویتامین دی در بدن. به کنار که ویتامین کادو جلوگیری میکنه از رسوب در عروق بدن شما. این خیلی مهمه. پس منابع ویتامین کادو برای شما اهمیت داره. گاهی مواقع در فرآیند تخمیر، مثل فرآیند تخمیر خانواده کلم، ترشی‌های مثل ترشی کیمچی، این خانواده ویتامین K1 تبدیل به کادو میشه. اصلا ما منابع K1 هم به بدنمون برسونیم، این تبدیل به فرم اکتیو کادو میشه. اینم خوبه. ولی یادتون باشه که لبنیات و تخم مرغ برای ما فرم فعال ویتامین کادو دارن که در جذب ویتامین دی 3 مهمه. اینا باید اهمیت. قدیما چرا ویتامین دی در بدنشون میرفت بالا بود، سالم بودن؟ قدیما که میگیم همه سالم نبودن. بهداشت در قدیم مشکل بود. مواد غذایی غنی در قدیم خیلی کم بود، ولی چند تا چیز سر پا نگهشون میداشت: فعال بودنشون و در اصطلاح دائما در جنب و جوش بودنشون بود. این باعث میشد که سالم باشن. قدیم غذایی نبود دوستان. این که میگن قدیم همه چی خوب بود و سالم بود و مواردی سبک، نه، اونا اون سبک و زندگی رو تدبیر کرده بودن که چون مواد غذایی غنی نبود، سبک زندگی درست شاید بود ولی مواد غذایی درست حسابی هم نبود. درسته الان ارزش مواد غذایی و مواد شیمیایی هم داریم، ولی قدیمی‌ها به خاطر حرکتشون سالم بودن و تکنیک‌های تنفسی هم قدیما درسته هر کسی تکنیک تنفسی نمیدونسته، ولی چون دائما در حرکت بود و در اصطلاح کارهایی بود که قدیم بیشتر فرم فعالیتی داشت، تنفسش هم سعی می‌کردن تنظیم بکنن. تمرین‌های تنفسی و حرکت روزانه و کشش روزانه باعث گردش بهتر جریان خون و البته به وجود اومدن هورمون دی سالم در بدن شما میشه. اینم اهمیت باید بهش بدیم. دو تا مورد خیلی مهم: یکی سرخ کردنی هاست، یکی غذاهای آماده است. باید چمش کنیم اگه ویتامین دی پایینی دارید، چون سرخ کردنی ایجاد التهاب در بدن میتونه بکنه. شما میتونید یه سری غذاهای فعلی رو استفاده کنید، هیچ مشکلی نداره. سرخ کردنی که با روغن صنعتی استفاده میشه چیز خوبی نیست. نکته بعدی مهم: غذاهایی که حاوی نگهدارنده است، یعنی غذاهای آماده کنسروی. حالا کنسرو کردن حالا چند تا تکنیک داره، اونایی که داخلشون نگهدارنده داره ازش دوری بکنید، چون منجر به اختلالات جذبی و کم شدن ویتامین دی در بدنتون میشه. اگر استرس اضطراب دارید، هورمون کورتیزول در بدنتون میره بالا، این باعث اختلالات کاهش سطح ویتامین دی در بدنتون میشه. پس باید بیاریدش پایین. این کورتیزول رو در بدنتون بیارید پایین. کشش و نرمش و تمرین‌های تنفسی و یه مقدار موسیقی خوب و پیاده روی خوب، اینا باعث سلامتی شماست. پس با این حالت باید به بدنتون اهمیت بدید. به نظر من اینکه ارزش این بدن رو بدونیم، ارزش سلامتیمون رو بدونیم، خیلی خیلی مهمه. من تلاش میکنم که این مطالب رو واسه ما دوستان به اشتراک بذارم که شما حالتون خوب بشه.
این سلامتی راحت به دست نمیاد و واقعیت همینه که باید خیلی مراقبت کرد. میدونیم که اگر یه سرماخوردگی ساده باشه، یه درد ساده باشه، به دور خودمون میپیچیم اصلا، میگیم آخه من چطور این درد رو درمان بکنم. علاج واقع قبل از وقوع است. شما باید به این دید مراقب خودتون باشید و حال خودتون رو خوب نگه دارید. امیدوارم خوب باشید. اگر این ویدیو رو پسند کردید با دوستانتون به اشتراک بذارید. به نظر من جزو مهمترین مواردی که در سلامت بدن ما مهمه. منابع علمی که تو این صحبت هایی که داشتم، اثرات جذب ویتامین دی در بدن شما، پروبیوتیک ها جذب ویتامین دی تو مجله های سلامتی، ما خیلی موارد رو داریم که سلامت ما مرتبط با ویتامین دیه. سایت های پزشکی مهمترین چیزی که الان گفته میشه میزان سطح سرمی ویتامین دیه. البته من همیشه میگم که با سبک زندگی و آفتاب و حرکت و منابع سالم ویتامین دی در بدن ما میره بالا، ولی اگر رفتید آزمایش دادید و سطح سرمی ویتامین دی 3 در بدنتون پایین بود، بدونید که باید مراقب این سلامتی باشید و اون رو ببرید بالا. قطعی باید ببرید بالا که به نظر من بالای 70 خیلی خوبه، 50 به بالا باید باشه، نزدیک به 100 ایدئال است. مراقب خودتون باشید، تنتون سالم باشه، حالتون عالی. اینکه خدمتتون هستم و میتونم مطالب سلامتی رو خدمتتون به اشتراک بذارم.